با فراخبر با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. در این برنامه از افزایش حملات هراس‌افکنانه در پایتخت تا بالا رفتن گراف جرم‌های جنایی، چرا تهدیدهای امنیتی و جنایی در کابل مهار نمی‌شود؟ نه دولت است، نه حکومت است، نه بازخواست پاسپورت و کثیف‌ترین مرد اروپا درگذشت. پایتخت برخلاف معمول با توجه به موقعیتش که باید امنیت کامل می داشت از آسیب پذیرترین شهرهای افغانستان از ناحیه رویدادهای جنایی و حملات تروریستی است. این روزها مردم کابل به دلیل افزایش جرم‌های جنایی و قتل‌های زنجیره‌ای و حملات تروریستی با دلهره و سراسیمگی تمام حیات به سر میبرند. در کل افزایش جرم‌های جنایی، موجودیت افراد مسلح غیرقانونی، وقوع رویدادهای تروریستی، حال و هوای پایتخت و پایتخت نشینان را تغییر داده و هوای این شهر را سم‌افزاتر ساخته است. کمتر روزی خواهد بود که کابل بدون رویداد و حادثه خطرناکی باشد، از انجام دزدی‌ها تا قتل و اختطاف. افزایش روزافزون جرایم جنایی و تروریستی در کابل صدمه زیادی بر روند سرمایه‌گذاری‌ها و روال عادی زندگی مردم وارد کرده است. بدون شک حوادث شنیع در جوامع پیشرفته هم وجود دارند، اما نوع فجیع آن در افغانستان شکل دیگری از جنایت‌ها پنداشته می‌شود که بر شانه‌های مردم تحمیل شده است. برای بحث بیشتر در این مورد در استودیو سالم محمد ریگستانی، تحلیلگر امور امنیتی، و صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله را با خود داریم. سلام به شما مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدید. آقای صدیقی، چرا کابل در این اواخر اینقدر ناامن است که نه وکیل پارلمان امنیت داره و نه هم یک مرد و یک جوان عادی که هیچ مسئولیت هم تا ندارد؟ ما نیم خدمت شما، خدمت جناب ریگستانی صاحب و بیننده محترم تلویزیون شما سلام احترام تقدیم میکنم. چالش‌های ما در کابل بیشتر است. یه شک نیست که مشکلات نگرانی‌هایی که مردم با ما هم مطرح می‌سازه، بار مسئولیت نهادهای پلیس افغانستان بیشتر می‌سازه. هر روز وزیر امور داخله در ملاقات‌هایی که با اقشار مختلف جامعه داره این نگرانی‌ها مطرح میشه و ما هم در وزارت امور داخله، نهادهای مرکزی، خود پلیس ولایت کابل همگی تلاش داریم که این نگرانی‌ها رفع شه و توقعی که مردم داره در کابل که هیچ اتفاق نفته یا امنیت کامل باشه به گفته شما به او برسیم. اما چالش‌های ما زیاد است. تنها نهادهای پلیس نمیتونه که به هدف خود برسه. پذیرفتن این مسئولیت که ولی کابل ناامن است و چالش‌ها را داریم چی در دوام میکنه؟ مثلا ما پیش هم اگر گفتگو با شما داشتیم با همین لفظ آمدین صحبت کردین، از اون زمان تا این زمان که وضعیت بدتر شده نه بهتر. من خدمت شما عرض کردم که تنها این مسئولیت بر نمیگرده به نهادهای پلیس ملی افغانستان. همگی باید در امنیت شهر کابل سهم بگیره. شهر کابل مشکلات زیاد دارد. اتفاق واقعات یا جرایمی که اتفاق میفته، مسائلی که از کابل بیش یا مرکز افغانستان زیر تایید فوق‌العاده دشمن است. علل و عواملی که جرایم اتفاق میفته بسیار زیاد است در اجتماع. ما بسیار مشکلات اجتماعی در افغانستان داریم که همگی سببی میشه تا واقعات اتفاق بیفته. از این خاطر هم است که تنها شما نمیتونین که این مسئولیت به پلیس افغانستان محول بکنید. همگی مسئولیت داره و ما همین مسئله که پیشتر شما یاد کردین، فریاد ما هم خواست ما این بوده که همگی ما باید کار کنیم. همگی ما همکاری بکنیم. از نهادهای امنیتی هستند، تجربه بسیار زیادی هم وزارت امور داخله، نهادهای امنیتی دیگر تجربه مردم بسیار می‌باشد. چرا این تجدید نظر نمیشه؟ آسیب شناسی مثلا اگر صورت گرفته چرا اونجا رسیدگی نمیشه؟ عوامل و علل که از در اجتماع او باید همگی او را درک بکنه. من خدمت شما عرض کردم که ما به یک مشارکت قوی مردمی در کابل ضرورت داریم. ما وجود نداره این مشارکت. در حال حاضر نیست متاسفانه. در حال حاضر تنها مسئله ملامتی بر پلیس و بر نهادهای پلیسی است. ما نیاز داریم که تمام نهادهای دیگه در حکومت افغانستان، در دولت افغانستان و افراد اشخاصی که بتونه وضعیت با ما تغییر بده. به تنهایی پلیس شاید نتونه در هر گوشه و هر کنار شهر کابل که یک شهر بزرگ است، نفوذ بیشتر است، شمار پلیس ما کمتر است، عوامل و دلایل ناامنی ها و واقعات جرمی بسیار زیاد است. تنهایی نیست که ما چند تا مجرم داریم که فقط کار انجام میدن. از این رو ما همیشه خواستیم، یعنی وزیر امور داخله از روزی که در وزارت هستن بیشترین تلاش همین بوده که با مردم یک جا کار شود، با نهادهای مختلف کار شود. تمام نهادهای مرکزی و پلیس کابل بارها خواستن که توقعات مردم ما باید. شما برمیگردم آقای ریگستانی، من آورده که آقای صدیقی به عنوان سخنگوی یک از نهادهای امنیتی اشاره کردن به عواملش و مشکلاتی که وجود داره، واقعا قناعت بخش است. یعنی این صحبت ها میتونه کافی باشه در بحث امنیت افغانستان و خصوصا کابل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبعا وقتی که گراف جرایم بالا بره، او را آدم نمیتونه بگه که وضعیت قناعت بخش است. بس بر سر است که کدام عوامل اثرگذار هستند برای رفتن گراف جرایم و چی باید کرد.
به نظر شخصی ما در مورد جنایات مثل قتل و اختطاف و یا دزدی که موضوع آدم نمیشه که به تروریسم بین‌المللی ارتباط بده و بگه که را کشورهای بیگانه صادر میکنن. این به عامل مثل فقر، تنگدستی ارتباط مستقیم داره. بین جنایات و بین فقر ارتباط مستقیم وجود داره. متاسفانه دولت حکومت وحدت ملی موفق به بهتر ساختن وضع اقتصادی نشده و طبعا وقتی فقر و بیکاری و تنگدستی زیاد شود گراف جنایت بلند میره. اما تجربه نشان داده که هر جنایتی که تکرار شود بازی به یک جرایم به یک جنایت سازمان یافته تبدیل میشه. من طور مثال دو تا دوستای خودم میگم که یکیش دیروز شام در پیش چهارراه پروانه 2 پیش لیسه نادیره پیش مسجد همینجا 6 نفر از مسلح از موتر فورنر پایین میشن و موترش دزدی میکنن میبرن و پلیس در فاصله قدر کوتاه اونجا وجود داره که دویده میاد و پلیس میگه که موتر ماموس که میبرن. پلیس میگه ما اجازه تیراندازی نداریم. بر صورت اصلاحات در پلیس یک ضرورت است و هم یعنی متناسب با وضعیت جرایم باید پلیس خود قوی تر بسازه، بهتر بسازه و آسیب شناسی کنه که چگونه باید کار کرد. حالا معیارهایی که پلیس افغانستان کار میکنن مطابق نیازهای زمان نیست. ما که خودم پلیس در بیچاره‌ها و در مناطق میبینم، در دروازه‌های شهر کابل میبینم، هم از نظر تجهیزات شناسایی و هم از نقطه نظر آموزش سطحشان پایین است. با وجودی که پلیس ما سلاح داره، مثلا موتر داره، اما ضرورت به است که پلیسای بسیار ویژه تعقیب جنایتکارا در چهارراهی‌ها باید جایشان آموزش سطح بالاتر ببینن و در انتخابشان حتما واسطه بازی نشه. وکیل و سناتور نمیدونم دستگاه دولتی باید مداخله نکنن که میکنن و ما سطح پلیس کابل باید از سطح یک پلیس بی‌سواد بالا ببریم. در کنار این که رویدادهای جنایی افزایش پیدا میکنن، رویدادهای تروریستی هم به شکل بسیار زنجیره‌ای برای هدف قرار دادن وکلای پارلمان انجام میشه و اینها را بدون شک گفته میشه که سازمان یافته است. خب وقتی حمله های سازمان یافته را کشف استخبارات ما خبر نیستند و موفقانه میان انجام حمله میکنن، این چی را میتونه برسونه برای مردم؟ به نظر من هنوزم کابل میتونیم شهر بی دروازه بگوییم. من شخصا چون از پنجشیر هستم زیادتر در میرای شمال رفت آمد میکنم، هنوز من از 13 سال پیش تغییر بسیار کمی را در وارد شدن در شهر کابل میبینم. یعنی مثلا از 100 موتری که داخل میشه و 200 موتری که داخل میشه در چند دقیقه، پلیس امکان از این داره که 5-10 موتر تلاشی کنه، در حالی که ایجاب میکنه که دروازه‌های که اسکنردار از تجهیزات زیاد جای به جایش سایه تلاشی باید وسیع صورت بگیره. در این زمان نه یک موتر بلکه بتونه در 5-6 یا 10 دروازه معبر باشه از یک طرف که باید داخل میشن، باید تلاشی شون، زنانه جدا مردانه جدا. و این تجربه بشری است و کشورهای دیگه هم این مراحل ما را گذشتاندن، باید از او تجربه استفاده شود. من از یک تغییر زیادی را در دروازه‌های داخلی شهر نمی‌بینم. یک موضوع که این موضوع بسیار به توریستا ارتباط میگیره، چون که توریسم موضوعش بزرگ است، به خاطر که افغانستان در حال تقابل با پاکستان قرار داره. پاکستان هنوز مداخله میکنه. فرستادن تروریستا یکی از اهداف استراتژیک پاکستان است. سیاست دولت افغانستان هم خیلی سیاست تصادم و تقابل با پاکستان است. طبعا اونها افشارات زیاد میکنن. اما در مورد دزدی یا قتل یا مثلا جرایم دیگه که مربوط به موضوع تروریسم مستقیما نمیشن، باید پلیس کوتاه نبره. پلیس باید بهتر شود. اوکی صدیقی، حالا بودجه هنگفت را نهادهای امنیتی افغانستان از جامعه جهانی کسب میکنن و کجا مصرف میشه وقتی هنوز پلیس ما انکترین معلومات یا امکانات تکنولوژی را در دسترس نداره، دانش و آموزششان پایین است و موارد که آقای رگستانی هم اشاره کردن کابل تا اکنون شهر بی دروازه است. این بالای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف میشه که از وطن محافظت بکنن. تنها در جنگ ها مصرف میشه. بله، مشکل اساسی امروز تجهیزات است. از خاطر اکثریت نیروهای شما به شمول پلیس که وظیفهش تنها باید تطبیق قانون باشه، مصروف مبارزه با تروریسم است و اسلحه به دست داره که در خط اول است. شما میبینید هر روز در حالی که از کارهایی که وظایف که باید انجام بده پلیس، حالا نزدیک به 80% اینا با تروریسم مبارزه میکنن، با تهدیداتی که هر لحظه متوجه هر گوشه از افغانستان است و مطابقی 10% یا 15% در مبارزه با جرایم. اما یک مسئله اینجا مهم است که من صحبت کردم که اگر جرایم ما به کاتگوری هایش تقسیم میکنیم، جرایم سازمان یافته، جرایم بزرگ و جرایم کوچک، در قسمت از بین بردن و وقایع از جرایم کوچک ما 100% همکاری مردم نیاز داریم که هر لحظه در ساعاتی که جرم اتفاق میفته، افراد بدی که در ساحات وجود داره، افرادی که ضرر است به اجتماعشان در اجتماع کوچک یا بزرگ،
مردم باید تماس بگیره و بگه خب ما این افراد را اینجا داریم که اینا اصلاح پذیر نیستن، دزدی‌های کوچک انجام میدن یا هر کار دیگه. خب والا مردم که آقای اشاره کردن مثلا موتر را اختطاف سرقت میکنه، میگن این موتر این نواقص است، ولی مثلا اجازه این نواقص ما باید اصلاح بکنیم و این بارها هر روز ما شماری از منصوبین پلیس بازداشت میکنیم بر اساس اینکه کار درست نکردن، اشتباه کردن یا اجرات مثل که آقای رگستانی به اشاره کردن. در جرایم سازمان یافته وزارت امور داخله با تمام نهادهای مرکزی و پلیس کابل که کابل بر ما بر رهبری حکومت افغانستان بسیار اهمیت دارد از نگاهی که زیر تهدید بیشتر است و مردم هم همیشه در تماسشان با نهادهای امنیتی توقعشان همیست که امنیتشان باید تامین شود. ما بیشترین تلاش به خرج میتیم که از جرایم بزرگ سازمان یافته در کابل جلوگیری شود و مسئله اختطافا، مسئله سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌های یا دزدی‌های بانک و غیره غیره، یعنی بسیار موارد زیادی است که تمام تمرکز پلیس افغانستان به است، پلیس کابل به است، نهادهای مرکزی که ما داریم. اما در سایر از اون در حوزه ها ما 22 حوزه ماموریت پلیس داریم. در هر حوزه ما پلیس داریم. شاید 1% از این پلیس بتونه کارآمد باشه، اتفاقی که اکثریت پلیس نتونه به خواست مردم برسه. ما شما تلفنایی که به 112 صورت میگیره در ساحه‌ای که همکاری شده مردم تماس گرفته پلیس ما تلاش کرده که به او برسه. اما در ساعاتی که مثلا مردم اصلا بی‌توجهی کردن یا تماس نگرفتن یا برخوردهای زشت پلیس به ما راپور ندادن، طبعا ما نتونستیم که نقطه اوج اصلاح بکنیم. اما این برتان میپذیریم میره ما خدمت عرض کردم که هر روز شما جایی از مردم مراجعه میکنن، با وزیر امور داخله میشنن، مشوره میکنن، راهکارهایی را که نیاز داریم تا پلیس خود اصلاح بکنه. سپاسگزارم آقای رگستانی. بحث ساختارهای امنیتی، نهادهای امنیتی، مثلا حالا فرماندهی پلیس کابل گفته میشه که خیلی هم از صلاحیت‌های خود مستقلانه استفاده میکنه و هماهنگی حتی با وزارت امور داخله وجود نداره. در خیلی از موارد فرمان از جاهای مستقل برش داده میشه. خب حالا فکر نمیکنید تغییرات کابل نیاز است ببینه که تغییر به تجدید نظر صورت بگیره به امنیتش و به این چالش هست کجا منشأ میگیره میشه؟ خب داری که در کار در سیاست کادری هر وزارت چندین نهاد دیگه مداخله میکنه، دیگه شک نیست. را هم اگه میفهمن شورای امنیت مستقیما مداخله میکنه، دستگاه ریاست جمهوری مداخله میکنه، قوه مقننه مداخله میکنه، حتی در سطح تعیین یک سرباز هم مداخله میکنه. به خاطر است که و وزران به خاطر از اینکه استیزانشان به خاطر اینکه موقفشان از دستشان نرسه بسیار جای از مرحله اداره به مرحله گزاره اکتفا میکنن و گزاره میکنن و این چیزی است که من خودم از زبان بسیار از وزرایی که حال موجود است یا وزرایی که قبلا بودن شنیدیم و از این نهایه بسیار نهایه شکایت کردن. اول خود مداخله باید در سیاست کادری وزارتخانه باید قطع شود و بگذارن که خودشان نقش خود بازی کنند. نکته دومی است که در مورد پلیس کابل به نظر من شما میفهمین که حتی برای تعیین یک سرباز در کابل به خاطر که اطراف جنگ است یک سرباز هم باید واسطه بره یا وکیل یا وزیر کسی را پیدا کنه که مشخصا باید در کابل کار کنه چون اینجا امن است و در جای ناامن نمیرن. ما وجه بسیار کمبود داریم. ما نظر من است که حداقل 50% پلیس کابل باید از خود کابل باشه و اعمال فارغی مکاتب ما که بیکار میگردن حتی بعض شاید به بعض جرایم کشانده شوند اونا باید بیان اینجا چون که اونا شهر میشناسن، مردم میشناسن. من خودم از یکی از پلیسایی که از اطراف پرسان کردم که رکاخانه کجاست، اندرابی کجاست، مثلا سنگ تراشی کجاست، چنداول کجاست، اصلا گفت که من دمی ساعت کم بلد هستم. ما به خاطر از اینکه ترکیب ملیس آوردیم پلیس اطراف در شهر. این چند سال در وقت میگیره که یک پلیس با چشم خود تشخیص کنه که این شخص غیر عادی معلوم میشه. اما این یک جوانی که مکتب خوانده در اینجا تحصیل کرده و اگه پلیس اعلان بده ما یقین دارم که به صدها هزارها نفر از متعلمین و محصلین حاضر میشن که بیان در پلیس کابل سهم بگیرن و یا میتونن که آموزششون بلند ببرن. شما پلیس بی سواد یا کم سواد نمیتونه سطح دانش و مهارتش بلند ببره. این غیر ممکن است. این تجربه شده. بنان ما ضرورت به این است که اصلاحات باید در پلیس صورت بگیره. خب این بایدها چه زمانی عملی میشن؟ مثلا اگه بحث گفتمان باشه که به حد کافی در مطبوعات بازتاب داده میشه، شورای مردمی هم وجود دارن ولی تجدید نظر نمیشه. باور کنین چند وقت پیش شورای امنیت یک لیست روان کرده به وزارت داخله به خاطر تعیین رؤسای محابس و مدیریت‌های محابس ولایات که از هر کس حاضر به خود حال نفر میارنی 3 نفرش اصلا مرده بود، خبر نداشتن که چند سال پیش فوت کرده. یعنی شورای امنیت مستقیما لیست روان میکنن، تلفن میکنن، تعیینات میکنن. سپاسگزار. و ابو خاطر این مداخلات سپاسگزارم از شما و در این لحظات هم وقفه کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم.
تماشاگر فراخبر از طلو نیوز هستید و حال هم بحثمان را دنبال میکنیم. آقای صدیقی، بحث مداخله در امور نهادهای امنیتی یکی از موارد برجسته است. حالا چرا وزیر امور داخله این جرأت را به خرج نمیده بیاید در برابر مردم قرار بگیره، بگه که این نهادها نام شمارند، به می دلایل و با این وضاحت میان مداخله میکنند تا سرحدی که بر تعیین یک کماندان طلای یک حوزه مداخله وجود دارد. مداخله جرأت داره و این جرأت کرده. با وکیل صاحبا در مجلسایی که در شورای ملی بوده فراخوان داشته برای استجواب اونا صحبتای خود کرده. حمایتایی که نهاد پلیس ملی افغانستان ضرورت داره این صدا را بلند کرده، هم در پارلمان و هم در مرکز سبق اداره ملی و در جاهایی که نیاز بوده. اما بازم من تکرار از این میکنم که واقعا مسئله اساسی همیست که از یک طرف نهادهای امنیتی افغانستان باید مستقلانه عمل بکنه. سیاسیون ما که بیشتر علاقه دارن به نهادهای امنیتی افغانستان اونا حمایت بکنن، حمایت پشتیبانی که مسئولیت این نهادها را بالا ببره. به طور مثال وقتی که شما نگرانی های مردم هم میشنوید نسبت به کار پلیس، خب باید در این زمان پلیس باید از تمام مواردی که نیاز است تا پشتیبانی شود برش فراهم شود. خب تعیینات و بالا بردن ظرفیت‌ها، مسائل دیگه که نیاز است تا پلیس به او حد برسه بخش از چالش‌ها است. در پهلوی از او خوب یک طرف مسئولیت وزارت امور داخله است که ما بپردازیم و هر روز روی از او صحبت میشه. در حال حاضر من خدمت شما عرض کنم که در 6 ماه گذشته 4 بار وزیر امور داخله تمام آمرین حوزه را در وزارت داخله خواسته و برشان مواردی که نیاز بوده تا چگونه معاملات کابل درست بگیریم برشان گفته شده. یعنی یک همکاری و یک حالتی که بین نهادهای مرکزی و پلیس کابل باشه و میان گذارم. و یک چیزی رو میخوایم اضافه بکنم. برمیگردم آقای صدیقی به شما. آقای رگستانی، ما میخوایم راه حل‌های بپردازیم که موثریت داشته باشه. خب اینجا تاثیرگذاری جامعه مدنی افغانستان از نفوذ سیاسیون و مردم عادی که متضرر هستن، اما استفاده شود چه عوامل میتونه تاثیرگذار باشه برای اصلاح نظام؟ اول به نظر من به هیچ صورت نهادهای دیگر در امور امنیتی مداخله نکنند، بخصوص در سیاست کادری و تعیینات. بگذارن که هر وزارت خودش تعیینات خود بکنه، بعد در مقابلش مورد بازپرس قرار بدن که شما صلاحیت‌هایتون اعمال کردین، کاملا هیچ مداخله صورت نگرفته، چرا وضعیت بهتر نشده؟ این قسم پاسخگویی بهتر است. نکته اول. دوم، در مورد پلیس، چنانچه ما گفتم پلیس بخصوص در کابل که پایتخت کشور است و این معرف هویت ماست، معرف حکومتداری ماست، در اینجا باید پلیس باسواد باید داخل کنید و بیشتر از شهر انتخاب شود. این پیشنهاد من است. سوم، در لایه‌های پایین همکاری باید بیشتر صورت بگیرد. مبنای امنیت وکلای گذر تشکیل میدن. ما در هر کوچه یا چند کوچه یک وکیل گذر داریم که در مردم وجود داره. به نحو همکاری وجود داره. باید وکلای گذر همکاری کنن با پلیس، یعنی پلیس باید اونا رو به همکاری دعوت کنه، تشویق کنه و برایشون اطمینان بده که ضرر نبینن. تا اینا چرا از طریق یک کوچه و گذر شما به سادگی تشخیص میدین که آدمای نااهل دمیج کی هستن. جای دیگه که من به بسیار توجه دارم و به نظر من کم توجه صورت گرفته در کابل، به اصطلاح میمانسرا و میمانخانه و کوته و مسافرخانه به حد زیاد است که شما تصورش هم کردن نمیتونین، چون اطراف نام شده همگی همینجا آمده. اینی ساختمان ها و مناطق جای ها باید بسیار مورد دقت و ارزیابی جدی صورت بگیرد. اینها در حد مشوره است. اگر قرار باشه که فشار بیرونی وارد شود، اون فشارها چه میتونه باشه؟ بالای نهادهای امنیتی افغانستان، بالای ریاست جمهوری افغانستان که دست از مداخله بردارد. یکیش همین فشار رسانه است که حالا ما میگیم که باید این مداخله قطع شود. البته مشوره بله، چرا همه نهادهای دولت با هم میتونن مشورت بتن، و اما وقتی که چیزی در یک وزارت به نام قانون وجود داره و مقرره و لوایح وجود داره، نباید کسی دیگه در مداخله کنه. سپاسگزارم آقای صدیقی. مشخصا در موارد میپردازیم حالا در پایان بس که در یک هفته گذشته در کابل اتفاق میفته، از حمله در خانه معلم میرولی تا فکوری بهشتی در امن‌ترین نقطه کابل که دشت برچی است تا خانه سلام ضعیف، اینا رویدادهای تروریستی بودن. به کجا رسید نتایج تحقیقات؟ کیها کردن پشت این حوادثات؟ کیها بودن؟ شما چی کار کردین؟ متاسفانه خب در عقب حوادث تروریستی همیشه همین دشمنای مردم افغانستان بوده. این حوادثی که در این هفته اتفاق افتاده هنوزم نهادهای امنیتی همشون مشترک هم این مسئله کار میکنن. ما تا به حال یافته‌ای نداریم که کی در عقب حمله ها بوده مشخص و چه موارد دیگه بوده. اما در کابل، در شهر کابل، پلیس ولایت کابل حد اوسط هر هفته بیش از 100 تن که در جرایم دست دارند اینا بازداشت میشن. اینا کسایی هستند که مظنونی هستند و این بخش عمده از اجرات
پلیس افغانستان یا پلیس کابل هم هست. جرایم که اتفاق میفته، پیگیری جرایم و افرادی که بازداشت میشه، یعنی اجرات پلیس وقت شما میبینین مشخصا در سه مورد کلانی که کابل را تکان داد در واقع تا اکنون نتایج معلوم نیست که نهادهای امنیتی، نه تنها پلیس بلکه سایر نهادهای امنیتی که اونا مسئولیت مشترک دارن در قسمت بررسی های حوادث تروریستی، اونا با هم تابال کار میکنن و تابال ما یافته های از این کمیته های بررسی کننده رو نداریم. بله خب حالا حداقل برنامه عملی که تغییر وارد کنه بر امنیت کابل، یک تغییر مردم شاهد باشند در سطح ساختار، در سطح افراد و اشخاصی که اینجا مسئولیت و ماموریت دارند. امنیت کابل بحث اساسی هر جلسه و هر برنامه نهادهای امنیتی بوده. یعنی روی امنیت کابل تا اکنون ادامه پیدا کرده که نتیجه نداده. بین تغییرات خب من خدمت شما عرض میکنم که تنها شاید به تلاش‌های ما به نتیجه نرسیم. ما نیاز به همکاری سرتاسری مردم داریم، نیاز به همکاری نهادهای دیگه داریم که با ما یک جا با پلیس کار بکنن، نیاز به پشتیبانی قوی سیاسی در کابل داریم. شما زیاد از سیاسیون اینجا هستن، وکیل صاحبا هستن، اینا هر کدامشان میتونن بسیار موثر تمام شود در اینکه پلیس پشتیبانی شود و ما بتونیم خلاها و مشکلات خود حل بکنیم. نهادهای امنیتی، نهادهای پلیس هم با چالش‌ها و مشکلات خود روبرو هستند و رفع چالش‌ها شب و روز کار صورت میگیره و در وزارت مداخله شما بین از نزدیک ببینید که حتی زمان کاری بر ما مشخص نیست. همگی تا هر زمانی که ضرورت باشه هستند. ما در 9 ماهی که سپری شد در تمام افغانستان 15200 قضیه جرایم ثبت کردیم و در ارتباط به این قضیه ها که 12000ش کشف شده، بررسی شده، نزدیک به 24000 نفر بازداشت شده. یعنی گراف بازداشت افرادی که در جرایم دست دارن به مراتب بالا است. کیفر رسیدن اینها چقدر مورد توجه؟ خب مسئولیت نهادهای دیگه است. آقای رگستانی، حالا مواردی که آقای صدیقی پیشتر اشاره کردن که یک اجماع کلان در کابل وجود نداره و همکاری آنچنانی که توقع میره هم از طرف مردم با نهادهای امنیتی وجود ندارن و کیفر نرسیدن مجرمین حوادث جنایی و تروریستی در کابل و نتایج تحقیقات معمولا معلوم نیست که چی میشه در چنین موارد که میسیونا ساخته میشن ولی نتیجه معلوم نمیشه. اینها چقدر میتونه برای ایجاد درزای کلانتر و فاصله مردم و نهادهای امنیتی و بی‌اعتمادی ها کمک میکنه و این چقدر تاثیرگذار بوده این مسئله در مجموع؟ فلسفه وجودی دولت، یعنی دلیلی که یک دولت باید وجود داشته باشه تازه من نظر علم کلاسیکش هم دو تاست. یکی که تامین امنیت و دیگه اجرای عدالت. یا دو تا به هم ارتباط بسیار مستقیم دارن. وقتی که 24000 نفر دستگیر شده باشه اما شما محکمه علنی فقط 1-2 نفر ببینیم که باز به 6 ماه حبس محکوم میشه، در اون صورت این میتونه جنایتکارا را جری‌تر بسازه. من نمیفهم وقتی قانون حکم میکنه که محکمه باید علنی باشه، دلیلی که محاکم در پشت دروازه بسته یا بدون حضور رسانه‌ها یا عدم دعوت رسانه‌های این فیصله را صادر میکنن چیست؟ شاید بگوین که ترس قاضی باشه، اما فکر میکنم که محاکم ما اول باید عادلانه حکم کنن، دوم باید اکثریت این محاکم باید علنی باشن و این از طریق رسانه‌ها باید دیده شود، مردم بفهمند که مثلا شخصی که دستگیر شده واقعا به مجازات رسیده. در غیر از او اگر پلیس دستگیرم کنه و از این دروازه داخل شود از دروازه دیگه خارج شود، در حقیقت این هر جنایتکار دیگری جرأت میده که خب مهم نیست، پول میتیم و آزاد میشه. سپاسگزارم از حضور شما آقایان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله و سالم محمد رگستانی تحلیلگر امور امنیتی. از شما هم سپاسگزاریم که برنامه را دنبال کردید. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. کثیف‌ترین مرد اروپا درگذشت. مردی اهل جمهوری چک که کثیف‌ترین مرد اروپا لقب گرفته بود در 60 سالگی درگذشت. با گزارش گروه بین‌المللی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از میرور، شخصی به نام لودویگ دولزال که کثیف‌ترین مرد اروپا لقب گرفته بود در 60 سالگی در روستای خود در جمهوری چک درگذشت. وی که از یک مشکل روانی رنج می‌برد تا پیش از مرگش هرچه داشت را سوزاند. او همیشه پلاستیک و هرچه نزدیک خود داشت را می‌سوزاند و خاکستر آن را به صورت خود می‌مالید. همین امر باعث شده بود به او لقب کثیف‌ترین مرد اروپا را بدهند. آتش نشان‌ها بارها برای خاموش کردن آتشی که وی بر راه انداخته بود وارد عملیات شدند. لودویگ دولزال با حقوقی که دولت چک برایش تعیین کرده بود زندگی خود را می‌گذراند.